ساکن ناحیه وسطی سیحامید میرزاخانوف و همسرش آرزو داشتند که دوران پیرانسالیشان را در سایه دولت فرزندان و نبیره‌ها شاد و بیغم پیش میبرند، لیکن چنین نشد. زمان دیگر شده است، شرایط دیگر شده. ما خیلی در وقتی یوش بودم یک شرایط داشتم، یادم کنم خراندم پیشاندم در وقت پیری مرا پرت کردم برفتم ایرا برفتم دیگه. Света мету, о мету, мусорка мету. اینا میام خیلی دیگه زیادی مونم میرم پروداکت میخرم. نشه اینا چوی نون میخرم میشم یا که گارسوز میکنم میخرم. دیگه چیکار کنم؟ جبرم دیگه. ما دیگه اون که صاحب ندارم که دستی مرا بگیره مرا یاردم کنه دیگه هیچ کاری ندارم. آنها صاحب دو فرزند هستند. فرزندان صاحب در خانه خود می باشند. در این خانه باشد پدر و مادر نیازمند از کمک و دستگیری فرزندان به نصیب ماندند. اوچاش کسال در همه خانه مثال که وای دور میگه در عقل نمیگو چای ما دگلوهای چخیل نیستای ای اوچاش یادانی نمیکنن نبودی ما باوری نداشتم همین دختر که من امروز در پستی میزم دختر مرا نگاه بی نمیکنه. ما صرف همین باوری نداشتم. نیک خیلی با خودم ایسر میگذراندم بعد فهمیدم که فرزنداری چی بدسته. نگاه نمیکنه. واقعی غیر چشم داشت که امک سیحامید را سخت به تشویش آورده است این بیروزگی والدان. به طور پنهانی فرزندان منزل استقامتی پدرشان را به نام خود کردند. خونه‌رم تاری با کنتورم تاری فرش کردم مودمک جبرم. توفیقی اینمی توفا مرا علمی چی برادگی ها لیکن مرا نمیتایی چی گو که ما ورا باید بتم نه که اومده. دعوای خانه حل این مسئله برای سیحامید میرزاخانوف مشکلات کلان را پیش آورده است. او میگوید که در این مقامات‌های حفظ حقوق رفته دعوا دارد که منزل استقامتیش از نو به نام او بازگردانیده شود. او از آن میترسد که او و همسرش بیرون از در میماند. خدگه چیکار کنیم پیش کی بریم؟ پیش کی نبریم که عرض کنیم که ما میگویم که ما حساب زنده در نیست ما حساب مردگی دهیم. سالهای آخر به احترامی نسبت والدان از جانب فرزندان زیاد به چشم میرسد. چنین اندیشه دارد قربانعلی ستموف، حقوقشناس کلان بیوروی حقوقی در ناحیه واسه. امروز که همین مالکیت پیدا شده مالکیت اکثر وقت در اویله مثل بین یعنی زن فرزندو یعنی که اویله شون خدیگی برادران میخوان که در علایدگی زندگی کنن یکی از اونها البته یک خانه یک تای به همه تقسیم کردن نمیشه که بعد یک اون راه واسطه افته میخوان که صاحبی انا مالکیت شون یعنی که خانه رو به دست برن. در اینجا من فکر از نقطه نظر یعنی فهمیش من میگه وای از روی غمخوری همچو پدر و مادر نیست اینجا فقط با روی یعنی با باوری هنمو فرزندش در اومده و منزل استقامت را از آن خود کردنه یعنی که یک مهری فرزندی دیدن نمیشه در اینجا یعنی یک باروی قلبی هم که خطا نمیشه من منزل استقامتی را گیرم. قربانعلی ستموف میگوید که قانونگذاری جمهوری تاجیکستان فرزندان را عهدهدار نموده است که در دوره پیرانسالی والدانشان را نگاهبین نمایند. در ماده 39 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان آمده است که هر شخص در پیرانسالی یعنی هنگامی بیماری معیوبی یا گم کردن قابلیت کار باید تحت تأمینات اجتماعی قرار داشته باشند. از همین خاطر در ماده 88 کودکس اویله جمهوری تاجیکستان آمده است یعنی عهده‌داری فرزندان بالغ برای نگاهبینی پدر و مادر. در صورتی که همین حالت‌هایی که در بالا ذکر شده اگر آشکار شوند و پیدا شوند یعنی از طرف فرزندان بالغ برای نگاهبینی پدر و مادر هنگامی پیرانسالی یعنی گم کردن قابلیت مهنت یعنی احتیاج داشتن و کمک ضرور باشه آنگاه میتونه که با واسطه سود یعنی پدر و مادر میتونه که به سود مراجعت کنن از همون فرزندان قابل مهنت یعنی به بلاغت رسیدن میتونه که به طریق سودی علیمین طلب کرده بگیرن. در این حالت سود میتواند فقط به طریق استوار یعنی که از هر یک همون فرزندایی که امروز قابل مهنتن وابسته به همون شرایط‌های زندگی همون علیمین چیزونه برای پدر و مادر پیرانسالش.
дар хусуси ба ҷо овардани эҳтироми волидон аз ҷониби фарзандон ходимони дин ҳам дар суҳбатҳояшон таъкид менамоянд. падару неъмат аз нигоҳи исмон хеле қадри баланд доранд. Падару неъмат хеле неъмати бузурги худованд ҳастанд ки ҳар инсоне ки агар ба қадри инҳо мерасад, хидмати инҳоро дар ҳолати синшон ба кӯҳансолӣ мерасад, хидмати инҳоро мекунад, хидмати падару модара кардани худаш биҳиш аст. ҳамон гунае ки худованд дар сураи Исро ояти 23 ва 24 чӣ мефармояд? Мегӯяд баъди ибодати Парвардигор, замоне ки банда худоро ибодат мекунад, баъди ибодати Парвардигор яъне ки эҳсону накӯӣ кардан бо падару модар ҳаст. сайҳомид мирзохонов ҳамроҳи ҳамсараш бо даъвои хона мақсад доранд ки ба фарзандонаш зиён нарасонанд. даъворо ба таври қонунӣ ҳал карда бо розигии худаш хонаро ба яке аз фарзандонаш туҳфа намояд.